برای مردها آسان است، آسان‌تر است یا برای زنها کار و مشقت روزگار زندگی؟ البته برای مردها مشکل تر است، برای آنکه تامین کننده روزگار اساسا مردها هم بسیار مهنت میکنند برای عائله، برای زحمت میکشند برای بهبودی عائلهشان. مردها به مشکل تر بفکرند. برای زنها. چرا؟ برای اینکه کاری زنها خیلی‌تره. آخه فقط مردا کار میکنن که عائله را مردم میخوان. زنها چی؟ زنها را هم کار میکنن، بسیار مردا کار میکنن. ولی به نظر شما نیمی اونشون را بریم میزگره مردا را. برای زنها هم مشکلی، برای مردها هم. برای اینکه مردها و معاش رو کم که هست اینجا دا کار نمیکنن، میرن روسیه یا معاش کلان گیریم گفته روسیه میرن. برای زنها فقط همه کارهای و عبورسگی و بعد کاسه طبقشویی دیگه. اگر خوندگی باشن نقص با خیلی معلمگی میکنن، با مسترگی میکنن، دکتری خیلی خوندگی باشن با نقص‌تر. اگر با نخوندگی هم خیلی کارهای پست میکنن. حاضره در مشکلی در زن است. بچم برای اینکه همه مشکل در زن که خیلی نگاه بین میکنه فرزنده و اهل خانواده را مرد میبره پای کارش دیگه بیرون خانه دونه. برای مردها، برای آن که مردها کار میکنن، برای کودکان تامین کردن یا لباس مکتبی یا خوراک باید کار میکنن، کودکان را نظارت میکنند. در مردا که برای بسیارتر فکر میکنن روسیه میروند، در غریبی هم بازن که در خانه شدگی. اساسا برای اردوشان مشکل است. مقصد هم برای زنها و هم برای مردها، اما بیشتر فکر میکنم که برای مردها بسیارتر در نزد عائله خود ایستادن نمیتوانند. بسیار مردها در مهاجرت مهنتی کار میکنند و بسیار مردها به کار دولتی مشغولند. همه برد و باخت زندگی، تربیت فرزندان، خوراک پختن، همه تازه کردن خانه و همه مشکلات زندگی به گردن زنهای هم هست. برای همه خیلی به نظر من مردهای بیچاره هم در مسافری مثل مهاجر شده کار میکنن، از اون میکشن. زنهای هم همه خیلی حاضر زمان دام زن دام مشکلی، مرد دام مشکلی. این حیات میه. خواهش شکری فرزنده با یاری میرسونن. میگد که اگر محبت کردی محبت میبینی. هیچ کار به محبت نمیشه. شکری فرزنده.